در پاورپوینت 2021 ویژگی برتری که داره اینه که میتونیم از اینترنت اون ابزارهایی که لازم هست، ابزارهای گرافیکی رو درج کنیم توی پاورپوینتمون. و یکی از این موارد درج مدل های سه‌بعدی هست، 3D مدلز هست که میتونیم از اینترنت این مورد رو اضافه کنیم. برای اضافه کردن 3D مدلز میتونیم از این روش استفاده کنیم، از پیس هولدری که در دسترس داریم بیایم قسمت 3D مدلز انتخاب کنیم، مثل همون آیکون ها، یا از ورک آفلاین استفاده کنیم که این فرمت ها قابل استفاده هستن براش. از این فرمت ها رو میتونیم از اینترنت دانلود کنیم و به صورت آفلاین اینا رو استفاده کنیم، یا اینکه بیایم به صورت آنلاین از اینترنت اونا رو دریافت کنیم. به عنوان نمونه پس از Insert Installation و 3D Models رو انتخاب میکنیم. به عنوان نمونه من این فیلم رو پلی کنم که به چه نحوی میتونم 3D Models ها رو از اینترنت دریافت کنم. پس روی 3D Models میریم و قسمت استوک 3D Models رو انتخاب میکنیم و وصل میشیم به آنلاین 3D Models که در پیشورز پاورپوینت هست و انواع مختلفی از تصاویر متحرک رو میتونیم انتخاب کنیم. این تصاویر متحرک بعضی ازشون انیمیشن داره که حالت انیمیشن در روی اون تصویر انتخاب شده نمایش داده میشه، یا نه به صورت چرخشی فقط میتونیم استفاده کنیم. به عنوان نمونه در قسمت کات اند داگ من گربه و سگ ها مثلا این دو تا مورد انتخاب کنم، یکی انیمیشن داره و یکی هم حالت چرخشی فقط داره. حالا شما میتونید در قسمت ایموجی و موارد دیگه اونا رو انتخاب کنید. بعد از اینکه انتخاب کردیم اونا رو درج میکنیم. حالا بسته به اینترنتمون میتونه یکم زمان ببره برای درج. میتونیم اون تغییرات رو اعمال کنیم که به عنوان نمونه من این دوتا تصویر متحرکی که دارم آوردم روی این سیستم خودم. 3D مدل ها با تصاویر گیف متفاوت هستند. تصاویر گیف که میتونستیم از قسمت تصاویر اون تصاویر رو درج کنیم، اما 3D مدل ها خاصیتی که داره اینه که میتونم این حالت ها رو انجام بدم. میتونم رو بچرخونم، چرخش ها رو انجام بدم، بالا پایین، چپ راست، همه موارد و صورت سه‌بعدی اونا رو تغییر بدم. پس حالت یک تصویر سه‌بعدی هست برای من، همونطوری که اینجا هم نشون داده. روش کلیک کنم یک تب 3D مدل برای من باز میشه که توی قسمت تب 3D مدل شامل ادجست هست، 3D مدل ویو هست، اکسسیبیلیتی هست، ارنج هست و سایز. توی قسمت ادجست کلیک کنیم، حالات مختلف باز هم برای درج 3D مدل نشون میده به ما و ریست 3D مدل رو بزنم که اون 3D مدل منو حالت سه‌بعدی که تصویر سه‌بعدی که انتخاب کردم رو ریست میکنه. یعنی من اون تغییراتی که اعمال کردم ممکنه من تصویر اینجوری کوچیک کنم بیارم بالا، چپ راست، اینجوری برعکس من حالا نمیدونم من دقیقاً کدوم حالت بوده، حالت اولیه چطوری بوده، میام اینجا ریست رو میزنم که برای من تصویر سه‌بعدی من ریست بشه بیاد حالت اول خودش و باز هم تغییرات اعمال کنم. توی قسمت 3D مدل ویو انواع حالتایی که نمایش اون تصویر هست، اون 3D مدل برای من اون حالت سه‌بعدی، اون تصویر سه‌بعدی رو برای من نشون میده. توی قسمت آل تکست هم بازم میتونم براش متن اضافه کنم مثل همون جلسات قبل که توضیح دادم. قسمت برینگ و سند و مواردی که توی قسمت ارنج هستم که در جلسات قبل توضیح دادیم. اما در قسمت اینجا توی قسمت سایز میتونم اون قسمت هایی که برای من اندازه و بزرگی و کوچیکی اون تصویر هست رو اعمال کنم و این تغییرات رو توی تصویر انجام بدم. یا مثلا این تصویر که به صورت این تصویر سه‌بعدی بود ولی اینجا متحرکه. توی تصاویر متحرک مثل همون تصویر ثابت هست، با این تفاوت که اینجا اون قابلیت رو داریم که به صورت سه‌بعدی تصویر ما هم حرکت خودش رو انجام بده به این صورت. پس تصویر سه‌بعدی ما هست. اینجا هم میتونم تغییرات اجرا کنم.
3D مدل و از ویژگی های برتر پاورپوینت 2021 هست که این تغییرات رو میتونم اعمال کنم. پس با کلیک کردن روی تصویر سه‌بعدی ما این قسمت ها برای ما نشون داده میشه. توی قسمت پلین 3D مدل که ویژگی علاوه بر ویژگی تصویر ثابت هست، اینجا پلین 3D مدل هم داریم. در اینجا 3D رو میتونیم اینجا تصویرش رو انداز سرعتش رو یا حالتهای چرخشی که داره یا موارد دیگه رو اضافه کنیم بهش. مثلا این موارد رو قابل بسته به نوع تصویری که دانلود کردیم این ویژگی ها قابل تغییر هستن و پیس و استاند هستن. حالا این موارد که میتونم روی این تصویر سه‌بعدی اعمال کنم.